ولی واسه اپوینتمنت کی هست برای فیشن؟ من به من سه شنبه وقت دادی دیگه، صبح کارم ساعت 3 میتونم پیشت باشم. ساعت 3 آره ساعت 3 خوبه. من نمیدونم چرا اینقدر الهام ها فشاری میکنه. کل تو اومدن پیش من خوشگلشون کردم، فشار براشون انجام دادم. من نمیدونم چرا اینقدر این مقاومت میکنن در مقابل برای اینکه این الهام نیستش که این عباس آقاست. میشه دست سر من برداری؟ من حوصله این قصه بازی ها رو ندارم. اون دیگه چرا مگه من اصلا نمیتونی. من فکر میکنم اون بهترین موقعیتی که خونه‌ش هستیم ببریم. موافقی؟ 100% موافقم. ولی شبای شیرازی در نیام عزیزم. از اونجایی که الهام جون پوستش خشک هست، من میخوام شروع کنم براش ماکروژن مبروژن رو انجام بدم. ماکروژن مبروژن برای کسانی هست که پوست بسیار خشکی دارن یا پوستشون تیره شده یا سالنامه زیاد دارن. استفاده از این دستگاه باعث میشه که ریموو میکنه کلیه اون سلول‌های مرده، بافت‌های مرده‌ای که روی پوست هست. الان کاری که دارم میکنم، دارم به وسیله این دستگاه سوایپ میکنم روی پوستتون که سلول‌های مردت رو بردارم. در واقع بعد از این شما خیلی راحت میتونی از سرم‌های مختلف، سرم‌های آبرسان استفاده کنی برای پوستت که من از هیچی استفاده نمیکنم. باز احتمالاً با همون مایتابه کارتو انجام میدم. یعنی برای من میزنی یا من بعداً خودم باید بزنم؟ شما میتونی خیلی راحت هیالورونیک اسید بخری، سرم هیالورونیک اسید، ویتامین سی رو بگیری استفاده بکنی برای پوستت. دیگه از این خشکی مثل کبیر شده پوستت خودتو نجات میدی. ارتباطی ها چیه؟ ای خوب شد واقعا. اگر تغییری من احساس کردم، تمام کلاینتی که میان اینجا تغییر میکنه. حالا من فرق جایی که عباس آقایی بالا من نمیدونم باز دارم چی کار کنم. بینندگان عزیز اگر تغییر احساس کردم آنستلی به شما میگم. من الان کاری که رو پوستت کردم یک طبقه گیاهی برداری عمیق. دو یک عباس آقا تبدیل شد به هلو خانم. مرسی دوست قشنگم. از دوست عزیزم خانم دکتر شیرازی از کلینیک فردا بیوتی. ما بسیار کمال تشکر و قدردانی داریم. همکار عزیزم سکا خانم علوی که در پشت دوربین هستن و زحمات کشوندن منو به اینجا دو تا بدوش خریدن که تو کولشون در گرفت. چیز کلی خندیدیم ما و به این نتیجه رسیدیم که باید از هنرپیشه‌ها از این تشکر نکنیم. هنرپیشه‌ها ما قدردانی می‌کنیم. خیلی کار شما سخته. ما یه پلان 2 ثانیه‌ای می‌خواستیم بگیریم، هی کات کردیم، هی خندیدیم. حالا پشتوناشو براتون می‌ذارم شما هم بخندید و تشریف بیارید اینجا دیگه. در آینده خودت قشنگ قدم با پای خودم دیگه میام. مرسی قربونم. بای. خوشگلشون که من نمیدونم چرا الهام اینقدر مقاومت میکنه. الهام نیستش که عباس آقاست. دست و سر من برداریم از این قدی بازی ها خوشم نمیاد. من فکر میکنم امروز چون ما خونه شدیم کات چرا؟ نیستش که عباس آقاست. من فکر میکنم حالا که خونه شدیم بهترین موقعیتی که ببریمش. 100%. آره. دیالا شدم من خود هیچی نگو الهام. ساعت خوشه.
اصلا یک گفته بگه مگه گفتی مهم نیست من میگم برو دیلین کفشم نداشته باشم اینو تو راه بگی خب اینو کلاه هم تو راه افتاده باشه باشه ماشین واسه من خودم فشارتون من چه